سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. اومدم آموزش کته بذارم که دیگه بیس غذای ایرانیه. برنج درست کردن که خیلی ها بلد نیستن، مخصوصا مجردا که دیگه برنج درست کنن حال کنن. شما به مقداری که برنج میریزین، یعنی مثلا اگه 2 پیمانه میریزین 3 پیمانه آب اضافه کنین. بعد برنجتون هم حتما بشورین قبلش، بعد بهش آب اضافه کنین. با همچین شعله ملایمی میذارین رو گاز برنجو، بهش نمک رو اضافه میکنین. بعد نمک رو که زدین یه همی میزنین، میذارین بمونه تقریبا واسه 10-15 دقیقه. آبش رو کش میکنه، به همچین حالتی میرسه، همچین سرخایی رو سطحش ایجاد میشه. بعد شما روغن بهش اضافه میکنین. بعد با آرومی برنجتون رو کنارها هم بزنین که خوب یک دست بشه. و بعد با شعله خیلی کم بذارین واسه 25 دقیقه تا 30 دقیقه دم بکشه. بعد 25 دقیقه تا 30 دقیقه هم برنجتون آماده است. به این حالت خوشگل و دون سروش کنین، با انواع خورش‌ها ازش لذت ببرین. خیلی فکر می‌کنم پلو درست کردن چیز عجیبیه که با این روش خیلی راحت و خوب میتونین آماده کنین.